12 نوامبر در شهرک زلاری ولایت ایرکوتسک بین یک گروه ساکنان محلی و 6 مهاجر تاجیک که در یک ساختمان در این شهر کار میکردند مناقشه روی داده است. بنا به اطلاع مقامات پلیس و تفتیشات ولایت ایرکوتسک در جریان مناقشه طرفهای درگیر یکدیگر را لطکوب کردند و بعدا ساکنان محلی و گنجه را که در آن مهاجران زندگی میکردند آتش زدند. در نتیجه این جنایت مدهش 2 مهاجر به هلاکت رسیده، 5 نفر دیگر را با جراحت‌های گوناگون به بیمارستان انتقال دادند. سفارت تاجیکستان در مسکو با نشر یک اظهارات ویژه خبر داد که مناقشه در زلاری بین ساکنان محلی و مهاجران تاجیک رخ داده است و سفارت از این حادثه در جریان بوده با مقامات حفظ حقوق روسیه با مقصد پیگیری آن در همکاری می باشد. همچنین جهت پیگیری و مشخص کردن جزئیات حادثه مذکور 13 نوامبر سال جاری کارمندان سفارت و کنسولگری گنرالی تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک به نویه زلارینسکی ولایت ایرکوتسک سفربر کرده شدند. گفته می شود در اظهارات پلیس ولایت ایرکوتسک خبر داد که بیش از 10 اشتراکچی مناقشه را به شعبه پلیس آوردند و کارها برای معاین کردن اشتراکچیان دیگر ادامه دارد. ریاست تفتیشات ولایت ایرکوتسک خبر داد که شخصیت همه اشتراکچیان مناقشه معاین کرده شده در رابطه با این حادثه بر اساس قسم دوم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام قصد کشتار 2 نفر با یک شیوه برای جامعه خطرناک و با مسئولیت پیشکی و همچنین بر اساس ماده های 3 قسم 3 و 105 قسم 2 با اتهام سوءقصد به کشتن بیش از 2 نفر دیگر پرونده جنایتی گشودند. سفارت تاجیکستان گفت حادثه نسبت به شهروندان تاجیکستان رخ داده مورد بررسی جدی قرار داشته جهت گذرانیدن تفتیشات عادلانه از طرف مقامات حفظ حقوق روسیه تا نهایت حل آن و با مقصد حمایت حقوق شهروندان تاجیکستان در دایره قانونگذاری سعی و تلاش انجام داده می شود. شهرک زلاری مرکز مأموری ناحیه همنام نزدیک 10,000 اهالی داشته در ساحل دریای زلاری در 220 کیلومتری شمال و غربی شهر ایرکوتسک جایگیر شده است.